شهروندان محترم حاضر آرومکن از پس کار با یگان خیل گپ‌های آدم همین بهتر داده همین خلق همینجا با ایستادیم همین بیلت خریدگی ما چیکار کنیم ایسته اویدی بررسی مسئله ما پیگیری و کاربری میکنیم ایسته ما خبردار میکنیم شما فقط انتظاری جواب شوید از پس کارها روید کجا رویم ما روزی ما بیلت گرفتگی بیلت ما ایستاده در دست فراموش نکنید دولت ما تینجی آسوده است البته دولت های همسایه را دیده است همین خیلی است دولت های همسایه برای همین تینجی از همه چیز مقدس است این هم ما باید پایداری کنیم راضی هستید دولت ما اصول دارد شما باز همون من سر دادن یا ندادن حقوق نیست ولی طلبات جاری است طلبات باید رعایت کرده شود خب ما وضعیت بدون شهر حاضر به شما یک بار دیگر نشان میدیم از بالا. خب این مسافران در نزد فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه هستند و آنها مسافران خطسیرهای شرکت‌های سیور نیویتر هستند که باید سنه 21 22 و 23 این ماه پرواز میکردند ولی بعضی از آنها تا از سنه 18 تا این جانب انتظار هستند تا امروز پروازهای خود را منتظر هستند. قسمت آنها در نزد باغی که در کنار فرودگاه هست علاقه شب را روز میکنند و در همین جا انتظاری میکشند و قسمتی از آنها که خانه هایشان دور است در این مدت یک چند بار به خانه هایشان رفتند و گشته آمدند که این صرفی زیادی پول و وقتی آنها خود من میدانید که در تمام نقطه‌های فروش 5800 5600 چیز از علاقه چیپتا همه غمخوری برای شما از جانب حکومت کشور است میندار هسته البته مینداریم برای همین حاضر از پس کارها یگان خیل گپی زیادی باید نشود اجرا میشود. نگاه کنید درستش حقیقش همیه صحیحش در وطن جای کار داشته باشین معاش خوب داشته باشین همه وقت بگین ما پیشوای ملت روزیه سیمش که ظلم نشین ظلم نشین همه وقت بگین ما پیشوای ملت روزیه روزی برای شما چیکار کرده که میگه ما پیشوای ملت روزیه میگه که روزیگی پیشوای ملت ما باید به دست بگیریم دعای خیرتمندانه ش نمیدونم در نظر داره یا چی در نظر داره عذر پرسا چیکار کنن باید یا دعای خیرتمندانه که روزیگیش چیه. یک حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که باید هر انسان بعد از نماز سه باری بخونه رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بی محمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. اینا باید هر یک مسلمان بعد هر نمازش اگر در روز 100 بار بخونی ثواب داره خوبه بدی نداره اما بعد هر یک نماز باید اینا بخونی سنت پیامبره و این تاکید پیامبره چی معنی داره رضیت بالله ربا ای رب انسان در همه حالت چی میگه ما رب و ما ایت راضیم تا ما راضی باش ایجای دعوت به پیشو پرستی داره دعوت به جناب اولیش یا که همون امام علی داره که شما ایو راضی باشید. خب اینا مهاجر ای جناب راضی مهاجر امام علی راضی او ای مهاجر راضی هسته نگین هوا که شیطان درو میگه میگه پا نگین او ای مهاجر بیزارای چی بدر نزد مردم خودش نیومد چی با نیومد سربازی شروعی نکرد چی با نکرد با تاریخ به ترسید از پیش و تاریخ آنلاینی چی با صحبت نکرد دیده با این گمراه ها میگن که ما راضی به یک آواز و به اسلامی دینن پروردگار هر یک بندش چی میگه با دینی که برای ما داده یا فرستاده اسلام ما راضیه
و به محمد صلی الله علیه و سلم نبی و رسول و با پیغمبرش که حضرت محمد مصطفی علیه السلام راضیه. ولی دعا را باید بعد هر یک نماز هر یک نفر بخونه. اینجا میگن که ما جناب عالی راضی و ما را روی کنه. یا داشته باشین چند بار در گپ زدیم که مهاجرات 10 بار در داخل و خارج در فرودگاه ها میموندن به صاحب، یا اون کس پیشون نمی اومد بلیتاشون میسوخت دوباره قرض میکردن یا این طرف یا اون طرف میرفتن و این بارش هم همه خیلی. اما این راهی حل نیست. هموطنان مهاجرا بیچاره ها بدون که راهی حل نیست. بگذار شما در 10 تا سمالیات آوردن، 10 تا سمالیات، اما 700 نفر گفتن که چند نفری میرسه. اگر سمالیاتی که 100 نفری مثال 100 نفری برای 10 تا سمالیات آوردن، مثال 1000 نفر باشن، بگه که هر یک کدام 100 نفری در هر یک سمالیات بشین حاضر راست برین مسکو. شما باید خرسند بشین. شما باید بگید که رحمت به جناب عالی که ما بلیت گرفتیم سر وقت پریدیم. شما باید که گریه کده ای وطن ببرویم، گریه کده را ای وطن ببرویم باید. نه اینکه انتظار شن در بالای بیتون 3 روزه خوابن. باور میکنین من 100% میدونم که نموجه چندتش رنگ روزدار زندگی کرد. 3 روز 4 روز دشکم بهش نخورد. ای راه دور آمدگی هم شاید که بعد کتلک میگه ما که ساتلچه در خونه خیششون اوقاتشون آوردن. مانندی که بالنسا میره نه یک بیمار در یک اوقات میبره که خوراک یا که ترمه میره زندان. هم خیلی با فکر اومد با ما ایرپورت با برنوش خوراکشون آوردن. هیچ وقت او رستورانی که در فرودگاه هسته اون نرخی او داره این مهاجران نمیتونن در اونجا خوراک بخورن. نمیتونن. یا گشنه بودن اگر خونه خیششون رفته باشن در همون دوشنبه باور کنن اون خیششون شاید که بگیم که بیزار شدن ده. بی‌ضابطه میشن، بیقرار میشن. یک نفر با اون سونکوچ خیلی میره خونه خیش تبارش. با فکرم نرفتن در همون فرودگاه مانندی بیمار واری خوراکشون آوردن. با میگم که این عذابه، این یک دهشت، یک بگیم کاری نادرست، ناروا و شرمندگی در اینجا نباید بگن که ما کشور ملت راضیه ما هم بلیت بگیره یا که سمالیات رو بیارم و بپریم. این گپ نگین، ایزو بکشین. شما آدمین، شما انسانین. اگر بختون مسلمان بگیرین شما بهترین انسانی روی دنیا باید باشین. شما غلام نیستین، خودتون غلام نگیرین، با غلامی داده نشین. شما دینتون فراموش کردین، شما دین اسلام داشتین، باید اوزیرم داشته باشین. شما پیامبر بسیار معظم، بسیار بالا داشتین و حاضرم باید داشته باشین. شما بزرگا داشتین، شما کتاب قرآن دارین، شما یک خدای داره که شما را نمیبینه، او دزدا و ظالما را نمیبینه، ما را نمیبینه. از دل ما هم با خبره، از دل شما هم با خبره. شما فراموش کردین این تاریخ داره؟ فراموش کردین؟ اما یک گپه وقتی شما ای خدا دور شده، ای دین دور شده که نمیخوای ذلیل خار میشین، نمیخوای شرمنده میشین. شما شرمنده این، خفه میشین همیشه، شما شرمنده این. برای شکم شده در نمجا خوابه با جای شما برعکس نبرات شما او را سیاست کنید، تهدید کنید، تحقیر کنید، حقارت کنید، بزنین شما میگه که التماس اکا جان یا بالا کنید همین شما بپره ما راضیم امام علی، ما ای سیاست راضیم، ما ای حکومت راضیم، ای حمد راضیم، هر چی بگن ما قبول میکنیم، ما راضیم، ما هم شما بپره بیهیش میپره. راست هم بیهیش دنیا رو من در نظر ندارم. در قیامت انسان میبره یا بیهیش میره یا دوزخ. شما همینجا بلیت گرفته راست بیهیش میپرید میرفتین که اینقدر خرسان بدین یا که قدر دوال نبودین که چیزی تون بگن چیکارتون کنن خاموش ما بپریم بریم. یک گپای ایش هم باید بگم همین کانکریت نه آشکار بگم که برای نفری که ملتی یا که قومی که به قدر آزادی نمیرسه کو نمی ظلم برای او حلاله. میفهمید؟ ظلم برای او حلاله. برای نتری ملتی بگه بی‌طرف، ملتی خاموش میستادگی، ترسو آزادی حرامه. آزاد بدن، آباد بدن، عدالت برای خیلی ملت حرامه.
یا امو ارزشی اون امو ظلم دارن، امو شکنجه، اون امو فشار، امو تحقیر، تهدید را دارن. این کاری نو نیست. در گذشته همی کارا بدن. اما خیلی مسلمان های ترسون چه مسلمان های در فکر شکم بنده نفس خیلی بدن، بسیار بدن. شاید یک دلسوزه که پیدا میشه که میگوی اگر تو میبودی گپ میزدی، من میبودم گپ میزدم، اما نگاه کن هر کس باید خودش گپ زنه. بابوی من نشه گپ من چند بار گفتم رفتم ما گپ نزنم، من اصلا نرم تاجیکستان. شما باید خط بکنید، شما خودتون جواب میگین. من یک نفر هستم که باید گپ زنم. نمیشه شما را من بگم که شما باید بیش بره، شما مرا بگین اول تو برو بیش بعد بیا ما را بر بیش، یا که ما را بیش تا نشون بده بعد ما میریم بیش. همین گپ میگه شما. این گپ خطاه. یک نفر دعوت میکنه، یک نفر شاید که بر راه مالی کارش میکنه، یک نفر میره جانش میده، یک نفر که میره مبارزه. سوگند به نام پاک خدا، سوگند به شیر سفید مادرم، سوگند به دعای نیکی پدر و مادران، سوگند به نان و نمک دسترخوان پیر و جوان، سوگند به آب و خاک مقدس وطن که مسئولیتی تقدیری امروز و آینده دولت و ملت تاجیک را بر دوش میگیرم.